بعد نهار جعفر فقط خوب مچسبنه. اصلا یک ضرب المثل داره مگر نهار عین تیره، هم مخری بعد بفتی. آخ گفتی. به نظر من هنوز ناخودم یه ساعتی فرصت داره، ما میتونیم همینجا دستجمع یه چرتی بزنیم. خب دیگه 1 ساعت فرصت داره. من میرم، مزاحمتون نمیشم. مزاحمت چی چندی تعارف میره رفیق رفتن دیگه تخصص بگی دخورا. فقط جعفر قبلش بیا تا جلو در کارت درو. راحت باش تو جیمز، راحت باش. راحت شما اینجا بخواب الان ما میایم. چیه؟ بیا اینجا نشنوه. چیه؟ فکر منی چند زمان بابره که خوش بابره. فکر کنم با این 3 تا قرصی من ریختم براش یه 10 دقیقه دیگه خواب بره، یه 3-4 ساعت راحت بخوابه. 3 تا قرص برخته ای؟ آ دیگه خودت گفتی 3 تا قرص بریز. مو بهت گفتم 3 تا قرص مرزوم. نه گفتی 3 تا قرص بریز. مطمئنم جعفر گفتم مرزوم. خب میگه چیه؟ چیکار رفته 3 تا قرص تو برختی 3 تا قرص مو. خب بهتر بیشتر میخوابه. کاریش نره.